بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة آية الله السيد الحاج مهدي رجائي المحترم، في البداية شكرا جزيلا لكم أن كرمتمونا بهذه المقابلة وفي خضم جدول أعمالكم المزدحم. ثانيا، نرفع إلى سماحتكم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. كما نتقدم إلى جنابكم امتناننا وتقديرنا لكل ما تبذلونه من العمل الجاد واهتمامكم بعلم النسب وبشؤون النسب في جميع أنحاء العالم. اسمحوا لي أن أنقل إلى سماحتكم الأسئلة التي قدمها الأستاذ زيني أحد الأساتذة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي المقيم في مادورا إندونيسيا، وهي كالتالي: أولا، لقد انتشر في بعض المناطق الأندونيسية الطعن الجلي والإبطال الصريح على صحة نسب السادة آل بعلوي، وحجة الطاعن والمبطل تتكون من أمرين: أولهما عدم ذكر أحد عمود نسب بعلوي وهو السيد عبيد الله كأحد أبناء السيد أحمد المهاجر في كتب النسب المعاصرة والقريبة من زمن السيد عبيد الله. والثاني، إن الإمام الرازي كما جاء في الكتاب المنسوب إليه والذي قمتم بتحقيقه، أعني الشجرة المباركة، قد استعمل جملة اسمية عند ذكر أولاد السيد أحمد المهاجر، وهي طبعا تفيد الحصر كما هو المقرر في مصطلحات النسابين، ليؤكد الطاعن والمبطل أن أولاد السيد أحمد المهاجر محصورون في 3 أسماء، وعبيد الله ليس واحدا منهم. فالسؤال: هل حجة الطاعن والمبطل في هذا الأمر موافقة أو مخالفة لقواعد علم النسب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا، اثبات نسب و سیادت هر خاندانی طبق موازین فقهی، کلاً فقه اسلام چه فقه شیعه چه فقه اهل سنت، مبنا بر این است که یک خاندانی ظرف صدها سال شهرت به سیادت داشته باشه. و الان معیار ما الان در ایران برای اثبات سیادت و احراز سیادت مسئله شهرته. یک خاندانی همین اندازه‌ای که ظرف 100 سال 200 سال 300 سال شهرتی به سیادت داشته باشن، از جهت موازین فقهی و ضوابط علم انساب چنین خاندانی سادات میشن. و آل با علوی اینا الان چیزی نباشه در حدود 700-800 سال یک شهرت جا افتاده‌ای در انحای عالم، در اندونزی، مالزی، در ایران، در عراق، در حجاز، خاندان‌های فراوانی بودن از این سادات آل با علوی. و من دیدم در مکه یک موقوفه بزرگی بود مربوط به آل سقاف بهش میگفتن، که من دیدم اون موقوفه را و نوشته بود سادات آل با علوی هم. حالا کل حال اینها خاندان با علوی از جهت شهرتی که دارن برای مسئله احراز سیادت کفایت میکنه. اما راجع به مسئله این که چرا مثلا علمای انساب در متقدمی چرا متعرض عبیدالله فرزند احمد مهاجر نشدن، آقایون نشستن الان در زمانی و در عصری دارن زندگی میکنن که عصر ارتباطاته. الان یک فرزندی در اقصای دنیا به دنیا میاد، در اقصای دنیای دیگر میفهمن که این به دنیا آمده. در اون زمان ارتباطات نبوده. این ارتباطاتی که الان هست در اون زمان اینا نبوده، این ارتباطات. و چه بسا مثلا یک افراد زیادی را که ما دیدیم در کتب انساب
ما مثلا یک کاری که در این کتاب تحفة الطالب فی انساب آل ابی طالب انجام دادیم یکی همینه. مثلا دیدیم که یک شخصی را در کتاب مثلا الفخری براش 2 فرزند ذکر کرده، در شجره مبارکه 3 ذکر کرده، در کتاب عمدة الطالب 4 ذکر کرده و فراوان هم هست، زیاده. من آمدم اون نهایت را که 4 بوده یا 5 بوده را در این کتاب ما در تحفة الطالب ذکر کردیم. اینها افرادی مخفی می شدن، بعضی ها از حین ولادت مخفی بودن، اصلا به دنیا که می آمدن در خفا بودن، حالا اون جهاتی که حالا اون زمانها بوده چی بوده، و مخصوصا بعدها که اینها یه جنبه معارضی با حکومت پیدا می کردن و یک جنبه سیاسی وقت پیدا می شده و اینها فرار می کردن. خیلی می شده که نسابا اصلا دسترسی به این پیدا نکردن، به اسم عبیدالله دسترسی پیدا نکردن و خبر نداشتن. بعد به مرور زمان که گذشت این شخص مشخص شد که مثلا احمد المهاجر فرزندی به نام عبیدالله داشته و این آمده از مکه و مدینه به طرف بسته و از اونجا به طرف حضرموت تا دیگه رفته که و اونجا نسلش فراوان شده. بعد دوباره برگشتم. اینها زیاد ما داریم، چیز خیلی مهمی نیست که اینا بخوان تشکیک بکنن. تشکیک در واضحاته، مثل انسان میگه خورشید نیست. خیلی بوده، افراد زیادی بودن در تاریخ که اینها مثل عیسی معتمل اشبال در تاریخ رو بخونید، ایشون وقتی زندگی میکرده هیچ کس خبر نداشته که این پسر زید شهیده، زنش خبر نداشته که این شوهرش بله فرزند زید شهیده، دخترش که از دنیا رفت عیسی معتمل اشبال پسر زید شهید گریه میکرده که این دخترم از دنیا رفت و خبر نداشت که دختر بله پیغمبره، از نسل پیغمبره. اینا زیاد بودن و مخفیانم از دنیا رفت و قبرش هم مخفی سنان. در تاریخ ما چین افرادی مثل امثال عبیدالله فرزند احمد المهاجر ما زیاد داشتیم. افرادی گمنام بودن در اون زمانها و نسابه های اون زمان هیچ اطلاعی ازشون نداشتن، خبری ازشون نداشتن. بعدها کم کم اینها مشخص شدن، توشون علما، بزرگان، شخصیت ها و افراد نامداری در میان اینها پیدا شد که ما مفصل در همین کتاب تحفة الطالب فی انساب آل ابی طالب راجع به شخصیت هایی که از این خاندان با علوی هست و ساداتی که هستن ذکر کردیم. علی کل حال این هیچ شک و شبهه‌ای در مسئله سیادت آل با علوی و اینکه اینها از نسل عبیدالله ابن احمد المهاجر هست هیچ شکی نیست و علمای ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، استاد ما مرحوم آیت الله العظمی شهاب الدین مرعشی هم تایید میکردن و قبول داشتن که این آل با علوی ساداتن و شهرت دارن. بفرمایید. شكرا على الجواب القيم. اسمحوا لي أقرأ لكم السؤال الثاني. السؤال الثاني هو كالتالي: لقد نفى الطاعن والمبطل شهرة سيادة بعلوي واستفاضتها بالقول بأن تلك الشهرة والاستفاضة لم تحدث إلا بعد القرن التاسع الهجري، والشهرة الحادثة مرفوضة ومردودة كسيادة الطبري التي يبحث عنها ويقرر في كتاب السيد إبراهيم بن منصور الهاشمي بعنوان الإفاضة في أدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة. السؤال: ماذا تقولون في رد الطاعن والمبطل على شهرة السادة بعلوي؟ حسب موازين علم النسب وموازين الشرع أنا سألت أستاذي السيد المرعشي شهاب الدين المرعشي قال لو أسرة في فترة 200 سنة إلى 300 سنة
ادهم شهر اجیالی بسیاده قال یکفی. یعنی انسان مع انه هؤلاء الجماعه فی فتره و عربی شد که عربی شد. بله، مرحوم استاد ما شهاب الدین مرعشی می‌فرمودن که همین اندازه که خاندانی 200 سال 300 سال شهرت بسیار داشته باشن کفایت میکنه. شما میگید اینا از قرن 8 9 شهرت رو دارن، دیگه بها و نعمت، دیگه قطعا کفایت میکنه این شهرت. حالا اون عرض کردم در اون قرون اولیه اینها شهرت نداشتن از جهت عدم دسترسی به این خاندان برای نسابه ها بوده. نسابه ها که ذکر نکردن در کتب انسابشون از جهت این است که اون نسابه ها به این خاندان از جهتی که اینها دور بودن. این نسابه هایی که ما داریم همشون در ایران و عراق و این سمتا بودن. این آقایون رفتن به حضرموت و اون سمتای دور رفتن و دسترسی به اونها نداشتن. بعد به مرور زمان انکشفه و اینها بله برای نسابه ها واضح شد و مشخص شد و قطعا اینها شاید از اون اول هم شهرت داشتن و شاید هم در بعض منابع های قدما باشه و غالب متاسفانه غالب کتب قدما از بین رفته. ما خیلی کتب انساب داشتیم، شاید صدها ما کتاب انساب داشتیم، الان یه چند تا عددش مونده، شاید تو اونها نوشته شده. ما همین کتاب عمدة طالب و همین کتاب الفخری و شجاعت المبارکه اینا داریم. شاید کتاب‌های قبل از اونها بوده و ذکر شده، اون کتاب‌ها دست ما نرسیده و ما نمیتونیم اگر میخوایم که این باب را فتح بکنیم، فتح طعن در سادات، خیلی سادات این باید ما این طعن بکنیم دربارشون خیلی، چون اینا بعضی سادات مثلا در اون قرون اولیه در قرنهای اول از جهت اینکه اینها مخفی بودن و دسترسی به اونها نبوده اینها در کتب منابع ها نیامده، اما حالا بعدها یک قرن 2 قرن 3 قرن بعد دسترسی به اینها پیدا شد و اینها آمدند و شجرنامه‌اشون ذکر کردند. السؤال الثالث والأخير قال الطاعن والمبطل إذا لم يذكر كتب النسب المعاصرة أو القريبة اسم عمود النسب فإن ذلك النسب باطل، بل قال أيضا أن أي كتاب النسب لا يجوز أن يخالف ما قبله من كتب النسب. الرجاء إفادتنا بالبيان الوافي والجواب الشافي مصحوبا بخالص الدعاء وشكرا لكم. همینطور که من عرض کردم از جهت شهرت که ما احتیاج داریم راجع به اثبات نسب این خاندان که باید و اینکه چرا اون قدما ذکر نکردن از جهت عدم ارتباطاتی که الان در این عصر حاضر هست، در اون عصر نبود این ارتباطات. ما نسابه هایی داشتیم که مثلا در مثل لباب الانساب بیهقی فقط ساداتی که در محدوده خودش بوده را خوب نوشته و با اطلاع نوشته. همون نسابه معروف مشهور وقتی که میاد نسبه های دیگران را ذکر میکنه میبینیم ناقص ذکر میکنه. چرا؟ برای اینکه ارتباطات نبوده و اون رفت آمد و اون مکاتباتی که الان در عصر حاضر وسیله همین رایانه ها و وسیله های الکترونی هست اون زمان نبوده. اینها از این جهت اینها از جهت شهرت هیچ مشکلی ندارن و عدم ذکر اونها معاصرین دلیل بر عدم نمیشه. همه علما بزرگان این مسئله رو فرمودن که اینا چون که ذکر نکردن پس اینا مثلا باید نفی کرد. این اگر بابش رو فتح کردیم در خیلی جای مسئله سریان پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه و عدم ذکر اونها یا عدم اطلاع اونها
یا عدم دسترسی به کتاب‌های اون معاصرینه که اینم خیلی قویه. کتاب‌های زیادی را اون معاصرین داشتن. مثلا خود صاحب المجدی کتابی داشته مفصل، این المجدی مختصر اون کتابه، در قرن 5 هجری بوده. خب اینها کتاب‌هاشون از بین رفته، مفقود شده، شاید تو اون کتاب‌ها بوده. بعدها کم کم به مرور زمان علمای نسب و بزرگان ما به این خاندان دسترسی پیدا کردن. اونهایی هم که میان می‌نویسن که الکی نمی‌نویسن، خدای نکرده. اونها بزرگان بودن، علما بودن، شخصیت‌ها بودن، نسابه‌ها بودن، آدمای متدین بودن، اهل نماز، اهل تدین بودن، مرجع مردم بودن. اونا وقتی بیان و تایید بکنن در قرن 8 و 9 این سادات را، این یعنی کشف این که قبلا در قرن 5 و 4 و 3 این خاندان شهرت داشتن که اونا آمدن نوشتن. و الا اگر ما میخوایم خط باب بکنیم بگیم که در قرن 7 و 8 و 9 اینها پیدا شدن، علما و بزرگان نوشتن. شما طعن در علما میکنی، نه در طعن سادات میکنی. تو علما رو زیر سوال میبری، شخصیت بزرگان ما رو زیر سوال میبری. حالا فخررازی ذکر نکرده باشه، الفخری ذکر نکرده، اونها که اولا که نبودن اینطور احاطه داشته باشن، و ثانیا کتاب‌هایی که اونها نوشتن خیلی ناقصه. کتاب ارشاد المبارک مال فخررازی، الفخری، کتاب‌هایی که قدما نوشتن خیلی محدوده. اینا رو من بررسی کردم، به شما میگم خیلی محدوده، خیلی کمه. و کتاب‌های بوده مفصل. مثلا خود الفخری که این کتاب الفخری رو که دیدید که چاپ شده، یک کتابی نوشته در انساب 60 جلده مفقود شده. اون کتابی که ایشون نوشته الفخری القاضی المروزی، یک کتاب در انساب نوشته در کتب معجم البلدان. ببینید معجم البلدان، بله، حموی گفته که کتاب نوشته 60 جلد. این کتاب، خب این کتاب ها از بین رفته. اینا کتاب های زبده است. اینا که الان هست مثل فخررازی و شجاع مبارک، اینا یه مختصر اصول اینا رو نوشتن و خیلی ها رو ننوشتن. چون که ما ببینیم که در این کتاب های اینها ننوشته، بگیم پس نیست. این خیلی مسئله حرف خیلی مثلا چرند و دور از علمیت این حرف. چون که مثلا فخررازی ننوشته، چون که نمیدونم فلان نسابه ننوشته. خب دیگران که نوشتن، یه قرن بعدش نوشتن، 2 قرن بعدش نوشتن. اونا هم کمتر از فخررازی نبودن، اونا شاید از فخررازی بالاتر بودن در جهت علمیت، جهت مقام علمیتشون، اطلاعاتشون. به مرور زمان کتاب‌ها دستشون رسیده و نقل کردن. حالا کل حال به نظر من این شبهه‌ای که اینها میکنن در مسئله سیادت آل با علوی، که اینها ماشاءالله انشعابات فراوانی هم هستن این سادات، به نظر من این شبهه خیلی شبهه نادرستیه.